در مرحله بعدی که خیلی مهمه، برای این که ما بخوایم قوه تخیل خودمون رو به کار بگیریم، باید بیایم شروع کنیم هر چیزی که طراحی کردیم به صورت واقعیت، توی مرحله بعدی باید بیایم هر چیزی که می‌بینیم و مثلا یه گلدون رو دیدیم، اول خوب نگاهش کنیم و بعد بیایم طراحیش کنیم. توی طراحی کردن خیلی مهمه که مثلا خیلی فضا رو سخت نکنیم. من اول اینو یه گلدون رو حتی تو ذهنمه الان اینو کشیدم جلوم نذاشتم. خب طراحی رو باید خیلی انجام بدین تا به این مرحله برسید. تمرین خیلی در تصویرسازی مهمه. من یه گلدون ساده رو کشیدم، یهویی اومدم گفتم که چیکارش کنم، مثلا یه مقدار بهش شخصیت بدم. اومدم گفتم برای چی بازم چشم و دماغ دهن بزنم ببینم چی میشه. یه بار دیگه همینو طراحی کردم. باید خیلی به طراحی اولین نگاه کنم تا ببینم که چیکار میتونم بکنم. اغراق خیلی مهمه. اغراق به شما کمک میکنه که یه چیزهایی رو اضافه کنید. مثلا من الان دوست دارم این یک پیرمرد باشه. چرا باید این گلدون من اون برگ ها مثلا یک برگ دیده بشه؟ دوست دارم مثلا فضاش مو باشه. میام مثلا به جایی که بافت برگ اضافه کنم، حالا الان این اغراق دارم میکنم در این قسمت. ببینید برگ ها خیلی اغراق شده. به جایی که حالا بیام از برگ ها بافتش استفاده کنم، میخوام یه سری مثل خط مو بذارم. میام یه سری خط به خود قسمتاش حالا اضافه میکنم. حالا اول یه دقیقه به صحنه این قسمت نگاه کنید که دارم چی کار میکنم. دست و پا براش اضافه کردم. میرم سراغ بافتی که توضیح دادم. میخوام یه ذره فضا متفاوت تر بشه، چون این قسمت که الان دارم میگم باید یه ذره بهش حالت متفاوتی بدیم. میبینید انگار مثلا این موش شد. یه ذهنتون رو یه ذره باز کنید، بهش داستان و روایت بدید. به این صورت بیاین فکر کنید که باید هر چیزی که در پیرامون اطرافتون هست و به این صورت نگاه کنید، خوب ببینید و بکشید. طراحی واقعیت و تبدیل به چیزی که باید نباشه بکشید. باید بهش جون بدید، بتونید حس مالکیت بدین و انگار در این دنیای واقعی داره زندگی میکنه، نه اینکه در واقعیت نیست، غیر واقعیه.